چه شده آقا؟ چه خبره؟ دنبال کی میگردی؟ بابا بچه است، خوابه، گناه داره. جلوتر بگیرش. پردل و جرأت شدی. خیر الله. سلام مشتی. علیک السلام. انگار شما قبول نداری رژیم برگشته، انقلاب شده. بابا انقلاب شده. کاری به کسی ندارن. میگن تو شهر هر که عکس امام خمینی بزنه قد در دیوار خونه و دکونش میرن تش میزنن. بابا به شهر روستا کاری ندارن. چند روز پیش و همین فیروزآباد گندمای رعیت رو آتیش زدن، همه رو سوزوندن. خب با رعیت بدبخت چه کار دارن؟ کشاورزی مگه جرمه؟ مگه گناه کبیرن؟ گناه کبیره نیست. اینا میخوان مردم رو به جون هم بندازن، میخوان مردم رو به این انقلاب بدبین کنن. بابا جون خدا ذلیلشون برو بریز تو موتوره. برو. آی عمو سیگارتو خاموش کن. گندم آتیش میگیره. دو دختر مرافق بودند که با مواد آتش‌زایی چندین بار این چیه؟ این چیه؟ کبوتره؟ گوزنه؟ با چشم گریان و دلی محزون ستم جباران حاکم بر عراق را لعنت و نفرین می کردند. و داغی بر دلدارم و دردی بر جان که هیچ مرهم و درمانی نمی شناسد الا تقاص خون به ناحق ریخته شهیدان. حالا یه کاری بکن سهراب هم مثل صفتر ولو و دیار قریب بشه. بچم تو غربت خسته از کار و درس میاد، نمیدونم چی میخوره، چه کار میکنه. ای خدا. بابا ها بله بابا میخوام برم شهر. خواهی بری چی کار؟ خواهی برم سینما. بچه بیبور الان اصلا حوصلت ندارم. اصلا میخوام برم شهر. میخوای چی کار کنی؟ خداحافظ. جعفر بلی میخوام برم صفتر ها. چه خوب. چته؟ هیچ. خب بگو چته؟ من به خودت نبری.
اصلا 1% هم فکرش نکن عمرن. چه شد عزیزم؟ اخربت گزیده؟ نه. از بس همه چی رو هم میخوری. بگی بخواب. اینقدر به استخونات فشار نیار. فردام کار هست. مگه نگفتی امروز حتما تمام میشه؟ خب چی کار کنم؟ تموم نمیشه. نکنه تو فکر فرار کردنی. اینا که هیچی. 2 تا کرسه دیگه هنوز مونده. تمامش میکنم. و والله به ما میخندن. ننه شوکت که مردم نداره دستانه درونشو تمام کرده اونا. ننه شوکت به رخ من میکشی؟ منم اگه او کاکات ولم نکرده بود بره شهر الان تمام این گندما که زده بودیم هیچ بوجاری هم کرده بودی. نرگس ننه ها بیو یه قلب آی بخور تا خوش نشدی. بیو عزیز دلم خور برم دست بکش بریم دیگه مرد. پشو سورا پشو همینه هم که درو کردیم والا دیگه نمیتونم جمع کنم. این کارزو هم بذاریم برای فردا. کارزو هم تمام میکنم که فردا برم شهر. برای سفرم نوشتم که میام. تو میخوای بری شهر چه غلطی بکنی؟ میخوای بری مثلا شهری بشی نه؟ بفرما برو دیگه. من که نمیخوام برم بمونم. میرم کارم یاد میگیرم باز موقع مدرسه ها برمیگردم. میگم او تو این 2 سالو چه غلطی کرده که تو میخوای با 3 ماه تابستون بری یاد بگیری؟ چه عیبی داره برم؟ نمیخوام کار کنم. نمیخوام. برو خونه. برو دیگه. لابد فردا میخوای بهانه بیاری که خرمنم نصف کار مونده. نه تموم میکنم بعد میرم. تو بیجا میکنی. مگه خودت نگفتی؟ اول گفتی بعد امتحانات، بعد گفتی اگه قبول شدی، بعد گفتی بعد درو عالم که میگه اصلا. بچه جان کفر منو در نیار. بذار ببینم چه کار دارم میکنم. پشو سورا پشو بابام کمک کنی پشته های جمع کنی. کارت خسته شده. پشو بیو. نه مگه نگفت بعد درو. نه ساکت شو. بیا خونه. بکنین دیگه. کنار. خجالت بکشی. نمیذاری آدمش کنم. از بس تو حال درو داری. کنار. کتابی مرد کتابی چه خبره؟ مگه من چیکار کردم؟ خدا به سر شاهد جمیله یه دفعه دیگه اسمش شهر بیاره. چه همه اهالی به طرف خوبیت نداره. بیا برو بشین کارتو بکن. اگه هم خسته شدی خب جمع کنین تا من از صبح تا حالا خستم نشدم. همین این جونم مرگ شده نگو. من که دیگه والا هیچ رمقی برام نموند. دم آخری خونم جوش بود. نه سورا تو برو کمک خواهرت کن. میگم تمام میکنم. این کورزم تمام میکنم میرم. زور که نمیگم. اون مرگ شده زلی. برو کنار. بکنین دیگه. برو کنار. خجالت بکشی. نمیذاری آدمش کنم. از بس تو حال درو داری. برو کنار. کتابی مرد کتابی چه خبره؟ ای داده میدم. تو بدبخت کردی این همه گندم مونده رو دستم. میگم کتابی بچه یکی گفته. برو بابا. چرا بابات اینقدر اذیت میکنی؟ چرا خوب دیگر رو پدرت میکنی؟ شرم و حیا خوب چیزیه به خدا. پسر خجالت نمیکشی همه سر به سر بابات میذاری؟ ماشاءالله اگه من یه پسر داشتم که این کارا میکرد چنان به فلک میبستمش که حساب کار دستش بیاد. ماشاءالله باد چی شده؟ حتما باد پسرت اوقاتو فرق کرده ها؟ پسر من هم همینه. کسی حریفشون نمیشه ماشاءالله. حریفشون نمیشه نه؟
درستش میکنم. پسر یه زبون نفهم کدام گوری رفتی؟ ها؟ زهرا ولی شبینه کدوم گوری رفتی؟ زهرا نکن همون شیطون رو لعنت کن. چی میگی؟ چته؟ راستی میخوای بری؟ آره. الان؟ آره. شبلا میشی یا ماشینی؟ مگه ندیدی؟ مگه نشیدی چی گفتم؟ خب بابای منم همینطوره. باشه ولی من میرم. اقلا فردا صبح برو به مینیبوس سر جاده برسی. نه اجازه بچه کار مرد 40 ساله که میگیری هیچ کتکشم میزنی. دست انام نمیبینی؟ خب باهاش مدارا کن، زبونت نرم کن، دل او هم نرم میشه مرد. رفتیم خونه از دلش در میارم. بذار یه ذره دستم سبکتر بشه. اصلا خودم میبرم شهر، میبرم کاکاش سفترم ببینه. خوبه؟ حالا راضی شدی؟ بذار یه ذره سرم خلوت بشه. پس تو کسی نیمده من برم. کاری نداری؟ نه نمونی و بعد از ما تعطیلی برگرد. نکن، گناه داره. بلد نیست پنچری بگیره. پنچرش نکنم که دوباره من لو بدی با موتور بیاد دنبالم. تقصیر من نبود. میخواستم تنها نری. با هم بریم شیراز رو بگردیم، بریم سینما، شهر بازی. من رفتم. وایسا کجا؟ بذار وقتی من رفتم بعد تو برو. بابا میترسی لط بدم؟ یعنی اینقدر نامردم؟ خب وقتی من تو توی روز غیب شیم شک میکنن؟ شک نمیکنن؟ برو به سلامت رفیق.
شهر درو تموم بشه بری شهر بری شهر. کشتی منو با این شهر. سهراب سلام علیکم. علیکم السلام. چرا اینجا نشستی بچه‌م؟ سماور روشن کردی؟ برو تو عزیز. باریکلا بچه. میگم به سهراب کاری نداشته باشی یا گناه داره، خسته یه. نرگس نه برو کاکات صدا بزن تا بیا. سهراب نه بیا چای بخور. سهراب چه شده؟ نمیدونم چرا سهراب کفشای نوش پوشیده. ولی من میدونم چرا کفشای نوش پوشیده. حالیش میکنم. چرا تو سر من میه؟ به تو نگفت کجا میره؟ نه منم اومدم نبود. ای خدا این چه شدیه؟ بیا با چه برم دنبالش؟ خدایا ای خدا. دو پسر نیابا خان ناجن زده پنچرش کرده. چه کار کنم خدا؟ چه کار کنم؟ چه کار کنم؟ از بس بالادارش میگیری، از بس طرفش میگیری. خب تقصیر خودتونه. چه کار کنیم؟ بچه من رفتم کجا رفته؟ ای خدا چه کار کنم به دستتون؟ بولمول همراهش هست؟ ها یه مشتی پول جمع کرده و بره شهر خوشگذرونی. اگه میخواستی میرفتی دنبالش. بی مروت بگه ندیدی موتورو پنچر کرده بود. اگه بخوای بازم میتونی بری دنبالش. با چه برم؟ چطور برم؟ با کی برم؟ خدایا بچه به خودت سپردم. یعنی بچه ای همه یه دنده و لجباز؟ حالا عقلش برسه اشعریه پیغامی برام بفرسته خیالم راحت میشه. نه با هم پیساده میشه. نه با جلو مردم چیش میگفته. جوونه.
بچه خونه اینقدر دلواپسشی؟ مردیه برای خودش. امشو که به خیر گذشت، فردا گیلی میشه از او میکشه. اینا همه زیر سر کاکای سفتره. از روزی که نامه نوشت گفت بلند شد 3 ماه تابستون بیا شهر، این بچه دیگه هوایی شد. این بچه دیگه آروم نگرفت. خدایا بچه من سپردم به خودت. چراغ روشن بذار ببینی اطراف چه خبره. چه زود رسیدین. اون پترول بیارید بندازید رئیس استراحت کنه. اون کبابا هم بیاد. آقا تشریف بیارید. بیا بشین دیگه. تا حواستون سر جاشه موتوری امتحان بکنید. یادت جمع باشه. همه چی رو چک کرد. باشه ولی امتحان بکن. لااقل یه دید به بنزینش بندازید. پریشب نزدیک بود تو اجل بیفت. چه؟ دیروز نزدیکای ظهر رفتیم قهوه خونه لب جاده. صحبت آسیب زدن خرمناشون. اتفاقا 2-3 تا از ملک آبادیان بودن. از من پرسیدن آقا فری به نظر شما این کارا کار کیه؟ منم گفتم به جز خود دهاتیا کار کی میتونه باشه؟ اونا چی گفتن؟ چی میخواین بگم؟ گفتن اتفاقا ما هم شنیدیم. تقصیر خودتونه. کار اگه درست و حسابی انجام بشه هیچ وقت رو چل نمیافتی. مخصوصا بهتون گفتم مشعلا رو بندازین وسط گندما. بذارین آتیش درست و حسابی بلند شه. اونطوری اگه اهالی جلوی خرمناشون هم خوابیده باشن میرن سراغ خاموش کردن آتیش، نمیافتن دنبال شما. اصلا اگه آتیشی که من میگم درست بشه دق مرگ میشن و غصه میمیرن. آدم مرده هم که نمیتونه پاش دنبال کسی بکنه که. آخش نه عجب کبابی. بزن کامون تا سرد نشد.
بس دیگه. یکی دیگه هم بریز. بس دیگه. بس دیگه. برید به کارتون برسید. بزین میبرم بزنیم بعد. امشب راهتون خرابه. باید آرومتر برین. راستی آقا نگفتی امشب کجا میریم؟ هر طرفی که باد بیاد. رستم آباد. صدای چی بود؟ چیز خاصی نبود. یه حیوان کوچولو. میرم ببینم. لازم نکرده. جمع کنی سری بریم. آلیو بریم. صبر کن. این اصل کاریه. شبای دیگه که از این خبرها نبود. شبای دیگه لازم نبود. امشب لازمه. چیکارشون کنی؟ میگم بهت اینقدر وراجی نکن. اینایی که تا کردم رو بگیر. اینا رو بذار جیبت. وقتی که خرمنا رو آتیش زدی یه جوری بذار کنار خرمنا که نسوزه، انگار از جیبت افتاده. تو هم اینا رو بگیر. اینا رو هم تو مسیر برگشت پشت سرت میندازی، انگار از ترک موتور افتاده. چی توش نوشته؟ تو چی کار به این کارا داری؟ چشم وایسا. اینم واسه قوت قلبتون. دست شما در نکنه. بگی
مشکوکه. باید برگردیم. برگردیم؟ باید از جاده ملک آباد بریم. از اون مسیر که خیلی دوره. چاره‌ای نداریم. بیا سوار شو.
گلشن چمن. وطن من ای تواناترین مظلوم، تو را دوست دارم، ایستادیم در کنار تو، سبز و سربلند ای آفتاب شمایل دریای دل.